به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان درباره ساحر یعنی جادوگر یک چند سخن گویم و این را از یک چند برادران و خواهران اهل اسلام با واسطه SMS ها و زنگ های تلفنی خواهش کردم. و اگر در وقت گفتن این نقل اگر به خداگی راه دهم، الهی الله تبارک و تعالی مرا مغفرتم کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. بنده برای ثبت کردن این موعظه البته از آیات های قرآن و حدیث های پیامبر مثال خواهم آورد. و در اینجا یک سوال پیدا می شود که ساحر یعنی جادوگر کیست؟ جادوگر انسانی است که به شیطان سجده می کند و در قلب او ذره مهر و محبت و شفقت وجود ندارد. جادوگر و یا اینکه فابلین برای مقصد ناپاکش رسیدن به خداوند کفر می ورزد و به جن و شیطان ها سجده می کند، زیرا تا اگر او جن را بزرگ نشمارد و خواستش را به جا نآورد، جن هم هرگز درخواست این لعنت زده ها را به جا نمی آورد. و البته نیت و هدف اون جادوگران و فالبین ها تنها جن آوردن مال و دنیا و راضی گردانیدن جن هایی است که آنها را عبادت می کند. این لعنت زدگان بر خدا و پیامبر ایمان ندارد، زیرا مسلمان هرگز به این عمل رذیل و بدبختی دست نمی زند. و باز سوال پیدا می شود که آیا سحر حقیقت است یا اینکه خرافات؟ برادران و خواهران اهل قدر، وجود داشتن سحر حقیقت است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين صدق الله العظیم. پس چون بیفکندند موسی گفت آنچه شما آورده اید سحر است، هر آینه خدا آن را باطل خواهد ساخت. به تأکید خدا کاری فسادکاران را به صلاح نمی آورد. اون جادوگران و فالبین های لعنتی برای به مقصد رذیلشان رسیدن تا جن به خدمتشان حاضر شود، چند عمل باطل و کفری را پنهانی باید به جا آورند. در این صورت شیطان به خدمت ساحر یا اینکه فالبین حاضر می گردد و امرهایش را به جا می آورد. رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث های خود فرمودند: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هر کسی که پیش ساحر و فالبین رود و سخن او را باور کند، به تحقیق با آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده شده است کفر ورزیده است. و در حدیث دیگری که امام مسلم و دیگران روایت می کنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هر که نزد فالبین رود و از او چیزی بپرسد، اون طاعت و عبادت 40 روزی اون شخص قبول نمی کردد. ای بنده خدا و ای فرزند آدم، در این حیات 2 روزه برای تو چی نمی رسد؟ و برای چی خود را به اون دستی شیطان و جن ها سپرده ای؟ ای انسان، یک بنده عاجز و ناچار را به یک حالت ناگوار انداخته از این تو چی بهره میبری؟ خدا هم وقت داری به حرمت خداوند به الله تبارک و تعالی ایمان آرا، از این کاری بدبختی دست کش. در خاطر دار که اگر تو توبه کنی انشاءالله الله غفور و رحیم است. لیکن وقتی از این دنیا با این عملی رذیل و لعنت زده رفتی، وای بر حال تو. والله که وای بر حال تو. امروز ها 28 اون
زنها و اون مردهای لعنت زده‌ای که شوهر و همسر، پدر و پسر، مادر و دختر را به همدیگر دشمن می‌اندازد و این هم باعث اون جادو و اون فالبین‌های لعنت زده‌ای که امروز این دنیا را در دست خود گرفته است. لیکن البته الله تبارک و تعالی با اون بنده‌ای که صبر می‌کند، زیرا الله تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید ان الله مع الصابرین. ای بنده مسلمان، تو صبر کن، انشاءالله هدیه بی‌بها را می‌بینی و اون لعنت زده و اون فالبین‌هایی که نسبت ما و تو قصد می‌کنند روزی به یک حالت می‌افتند که داد اونها دیگر هیچ فایده ندارد. الهی الله تبارک و تعالی این لعنت‌ها را در روز محشر و در قبر خال و ذلیل گرداند. امروزها بسیار اون زنهایی که برای محبت شوهر را به دست آوردن به نزد هر اون لعنت زده کمپرها و اون جادوگرها میروند تا اینکه شوهر خود را به خود گرم کنند. لیکن تا چند اندازه و تا کدام روز می شود که اون کمپر می رود و یعنی اون جادوگر می رود و اون جادوی اون هم نیست می گردد. لیکن محبت شوهر را با این جادو و با این حیله و نیرنگ به دست آورده نمی توانی. شاید 2 روز، شاید 1 سال، شاید 10 سال، شاید 50 سال تو اون مرد را در اون حیله خود بازی دارانی. لیکن روزی می شود که اون مرد می فهمد و وای بر حال تو اون حالت را یک لحظه باشد هم خوب بر فکر کن و در خاطر دار که شخصی که پیش ساحر یعنی جادوگر یا فالبین رفته باورشان می کند، آن شخص ظالم و جاهل و بدکار است. هرگاهی خواهد از کسی انتقام گیرد یا با کسی کینه ورزد، دوام به سوی خانه دشمن خدا جادوگر فالبین شتابیده برای این کار زشت و ناپاک دین خود را برباد می دهد. آن شخصی که این کار را می کند و توبه صادقانه نمی نماید از آخرت ناامید بوده خود را هرچه بیشتر به آتش سوزان دوزخ نزدیکتر می سازد. چنانه که الله تبارک و تعالی در سوره بقره می فرماید بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. و به تحقیق خود می دانستند که خریداران آن جادو را در آخرت بهره نیست، خویشتن را به بدترین چیزی فروختند اگر می دانستند. هر کسی که گمان می کند فالبین همه را می داند و بزرگ است، پس این علامتی حماقت و بیخردی اوست. ساحر یعنی جادوگر خواه مرد است و یا زن، بیخواست و فرمایش الهی پس شی را از جای خود جنبانیده نمی تواند، زیرا جادوگر چیزی که می داند و می کند به ضرر اوست نه به فایده اش. در حدیث دیگر پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرمایند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. دور جوید از 7 عملی هلاکت آور. صحابگان پرسیدند یا رسول الله آن 7 چیز کدام هایند؟ پیامبر گفتند شرک آوردن به خدا، سحر و جادوگری، به حق خون برادر خود را ریختن، خوردن ربا، خوردن مال یتیمان، در روز نبرد گریختن و زنهای پاکیزه مؤمنه را تهمت کردن. پروردگارا، ما بندگان مؤمن و مسلمان تو، ما امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به سوی تو دستی دعا برداشته میگوییم پروردگارا، ما را از اون لعنت زده ها و از اون جادوگران و از اون فالبینان و از اون قصد این لعنت زدگان در پناه خود نگه دار و آن بنده های مؤمنی که
بعدا ایمان را از دست داده به این کار دست زدن، اونها را به راه راست هدایت کن. پروردگارا، پدر و مادر، خواهر و برادر، خویش و تباران و کل مؤمنان را از این بلا و آفت در پناه خود نگه دار. آمین یا رب العالمین. ای فرزند آدم، ای زنی که یا ای مردی که با کاری ساحری یعنی جادوگری شهرت یافته ای، در خاطر دار روزی به نزد الله برمیگردی و در داخل قبر تو چی جواب میدهی؟ باز تکرار میگویم که وقتی اگر تو توبه کردی خوش به حالت، یعنی وقتی توبه حقیقی میکنی و به سوی الله ایمان میآوری، الله تبارک و تعالی انشاءالله تو را میبخشد. لیکن وقتی با این عمل ترک دنیا میکنی، وای بر حالت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. ای برادر و خواهر اهل اسلامی که از جانب اون لعنت زده ها، یعنی اون شخصانی که جادوگری میکنن، گرفتار بلا گشتی، بدان که تو با خواست خداوند از جانب اون لعنتی ها به یک بلای مبتلا گشتی. و اگر صبر کنی و تنها با راه فرموده خداوند با آیات قرآن خود را معالجه کنی و از خداوند همیشه در شب تاریک در نماز با دعا و تضرع طلب شفا نمایی، بدان که در نامه اعمالات بهر هر نفست ثواب نوشته می شود. الهی خداوند تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست هدایت کند. آمین یا رب العالمین.